سوال اول، دین اسلام چند رکن دارد؟ 5 رکن. سوال دوم، نخستین آیه قرآن کریم در کدام ماه نازل شد؟ ماه رمضان. سوال سوم، یهودیان پیروان کدام پیامبرند؟ این سوال رو شما در کامنت پاسخ دهید. اگر تا اینجا برات مفید بوده لایک فالو رو بزن. برویم سراغ سوال بعدی. سوال چهارم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در چه روزی به دنیا آمدند؟ دوشنبه. سوال پنجم، قرآن کریم در چند سال بر پیامبر اسلام نازل شد؟ 23 سال.